صاحب خاص به خاطر تداوی زخمیای زلزله زدگان هرات از کانادا به افغانستان آمدی دقیق دیگه هیچ هدف نداشتم، هیچ مقصدی و این نداشتم. تداوی هم کاملا رایگان دقیق به تمام معنا در طول عمر خود هرچی که من تبابت کردم، حتی در امی در کلین من از کس پول نگرفتم. امیال کن که برم در ماین خونی خود کلیک بشینم رایگان است. مریض من در طول عمر خود 50 سال که عمرم است، من از مریض تقاضای پول نکردم. به این میگن مت غیرت، به این میگن شجاعت و متانت که از او سر دنیا به خاطر مردم خود میای به افغانستان و به ولایت هرات که میشه زندگی میکنه، خاص به خاطر آمده کسایی که زخمی هستن، کسایی که به دوا و درمان نیاز دارن تداوی بکنه. حداقل اگه دوایش خریدن نتونست تداویش رایگان میکنه. نه دوایش هم پولش میدم، دوایش هم پول میدم. این دولگریپی خودی خدا رو مینه پولای بینامی است، این کامرا بردار است. اینو ببین، این پولاش که پولم نقد با خودتان آوردید؟ نقد آوردم که اینا رو دوا بخرم، هم کسی که نداره بریش پول نقصو داریش بود. پولم بلندشون کمی که بیخی همی اینه. ما دیگه فقط خودتان قضاوت کنین. دکتر صاحب می دست یک بار بده. خاطر از اینکه در این شرایط مثل خودت وار انسان‌ها بسیار کم پیدا میشه. من به این فکر هستم که روزی من میرم یا صبح یا دیگه صبح پیش خدا چی بگم به خدا؟ میگه ای بنده تو خوب یک آدم مسلکی بودی، امی حالت دیدی چرا خاموشیشتی؟ چو ایستاده دست افتاده گیر، مردی نباید افتاده را پای زدن. این مردانگی نیست که اگه افتاده را پای بزن. خداوند عالم، پروردگار عالم، بروی حبیبان خود، بروی نیکان خود، بروی خون شهدای خود که بلا و این مصیبت از سر از این مردم شریف و نجیب و غمگسار و ستم دیدی ایراد گم کنه. الله اکبر.